و در سایت اینترنتی الکی هست که رسانه‌ها از اون سایت استفاده کرده دیده الکی حتی با ادمنستراسیون کرمل ما یک شرطنامه بستیم که آنها از ماه ایون آماده در اونجا استراحت میکنن. اصلا از مردم ما میگفت که نوحی عینی دور کی اونجا میره؟ من گفتم شما نمیرید، نه که از تمام کشورهای دنیا با اونجا آدم میاد. خبر رسانده توانستن در کار و وقتی که متدهای تبابت طبیعت آدمای تبابت کنند چرا که آدما نبیان اونجا؟ از اینجا مثلا مردم ما پول داده آلمان رفته جراحی میکنن تبابت میگیرن، اسرائیل میرن، پولهای زیاد، نه که آب دری خانه خیره است. استاد لایق میگفتن که بی قدر بود هر آنچه دایم پدیاست، با قدر نماید آنچه تخم عنقاست، بد روی نماید آن که با ماست مدام، خوش روی نماید آن که دور از بری ماست. برای همین ما آب دری خانه ما خیره علمای خودمون قدر نمیکنیم، دورهای خودمون قدر نمیکنیم، نه که در اصل اگر بینید همین کمپانیایی که مثلا تیانشین گوییم یا دیگر کمپانی‌ها همون دورهای میبیارن بالای و یک نرخ خیلی خوب میمونن میفروشن، آدما البته فایده میکنن. مثلا از چند نفر آدما من با سوال کردن که داروهای شما از کجا خریدن ممکن است. وقتی که من وزارت تندرستی مراجعت کردم که مثلا وزارت داروهای خریده گیرد داروخانه‌ها تصمیم کند، اونا گفتن که داروهای شما داروهای علاوه به غذا دیگر شما فقط داروخانه‌های شخصی قطعی مراجعت کنید. و ما امروز اولین به فکرم در تاجیکستان حاضر یک جلسه گذروندیم، کمپانی مارکتینگ سیستم تشکیل کردیم با واسطه سیستم مارکتینگ. مثلا وقتی که من همین نظر بگفتم که از این داروها با یک کمپانی اسرائیل قدم شرطنامه بستم بعضی چیزهای اونها میگیریم، هر آدمی که اومده مثلا از ما خریداری میکند بعد برده بیمار با یک خش تبارش برای پیشگیری میرسوند، حدود میونه تا 3000 4000 سامانی ماهش با کار کردنش ممکن. نه که ما شکایت میکنیم که ما پول نداریم کار نداریم، آدم‌های طرز پول کار کردن و علم یاد دادن در کار. مثلا ما حاضر چی نقشه های دارم، از آن جمله در تاجیکستان گومیوپاتی نیست. مدیر کافر یکی از پروفسورهای مشهوری روسیه گفتمان کردم پروگرام ودنو سمینار для врачей гомеопатов. اول میفهمید که این چی است، چون که بیننده ما همین که مقداری کمی زهرها قطعی داروهای قطعی آدمای تبابت میکنن. این اصلا وطنش آلمان هست و در روسیه مخصوص داروخانه‌های کلانی گومیوپاتی هستند. و حاضر من خواستم وزارت تندرستی یک وزارت مصلحت کنم، بعد انستیتوت تکمیل اختصاصی دکترا قطعی همین پروفسور بیارم که دکترای ما دانش آموزاند. اگر ما 10 نفر مسکو رویم حساب میونه $30,000 $30,000 میشه. این خانم پروفسور اینجا میبیاد فقط همون راهشه باید یک مقداری معین مبلغ میتیم برای درس دادن که آموزاند. خوش با اینم شرطنامه بستم، البته این میبیاد مادامی که ما بهترین عالمای جمع کرده آمدن گیریم، البته کشور ما پیش میره. برای همین باید حکومت تاجیکستان وزارت ها این چیزا دستگیری کنن. وقتی که مثلا من در رسب الکی امروز حساب کنم در 107 کنگرس های بین الخلقی سمینارها ما اشتراک کردم. از 107 کنگرس های بین الخلقی اگر من 10 جملگی هم یاد گرفته باشم اینو در عمل تطبیق کنم، یک گوشه تاجیکستان آباد میشه. سلامت باشید. بیننده محترم، خیلی که از صحبت شما حس کردید و درست هم ملاحظه طاهری گفتن که عالمی که علمش رو در عمل تطبیق کردن نمیتوند، به نظر منم این عالم حساب کردن ممکن نیست، چون که خیلی که در مردم میگن که عالمی بی عمل زنبوری بی اصل. از همین نگاه هر یک وطن دوست، هر یک عالم، هر یک شخصی شهروند تاجیکستان باید، من گمان میکنم مثل محترم ملاحظه طاهری، برای پیشرفت همین وطن، برای پیشرفت همین تاجیکستان کوشش کند. و هر دفعه که من باز یک بار دیگه تکرار میکنم، هر دفعه که محترم ملاحظه طاهری از سفر میگردن من خواهش میکنم که آمده از نوگرا گویند. من همین دفعه هم دیدم که چقدر پیام های نیک آوردن، یعنی که کوشش زحمت. تصور کنید که هر یکی ما مثل این کس کوشش کنیم که برای وطن پیشروی وطن یک کمک کنیم، کار کنیم. من باوری دارم که مملکت ما پیش میرد. و اینجا در یکی از صحبت‌ها خوب گفته بودید که در اون مملکتی که در اون شهری که همه نیکبین هستند محیط نیکبینی فرا میگیرد و حتما اونجا پیشروی میشه. البته این علم کوسمو انرژتیک هست، نیتی نقص نسبی دولت میگویند. اگر ما هر روز فکر کنیم که جمعیت ما آباد میشد، خوش نسبت پرزیدنت گپای نزنیم آبادی گوییم آباد میشه. وقتی که یک
یا افتخار ملتی درباره آبادی تاجیکستان درباره پیشروی میزنن ما یک کورته گوش میگیریم. ما همین گفتنی هستم که ما باید که یکدیگر دستگیری کنیم، علم آموزونیم. ما مثلا کمک میکنیم، مثلا شما من با $1000 میتید، من یک ماه بخورده تمام میکنم. با کی میتید؟ من با مردمی ما وقتی که بعد جنگا محتاج یاری تشکیلات‌های بین الخلقی شدن. تا کی شما با کمک میکنیم؟ ما باید خودمون با واسطه همین حرکت خودمون، با واسطه علم خودمون، طبیعت زیبا داریم. من کندن‌های فایده‌ناک داریم، آب‌های ذخیره‌های آب‌های زیادی داریم. اساس حیات این نفس قطع آب. همین دو چیز از تاجیکستان ما قریب به پول است. همین وقتی که آدم‌ها همین طرز نفس کشی قانوناش دانن، طرز استفاده آب ما اونکرا در تلویزیونی به فکرم سفینه هم گفته بودم که هر یک انسان باید در طول شبانه روز 2.5-3 لیتر آب نوشد. شب وقتی که ما خواب میکنیم همین آب بدن انسان پره نمیشد، میبرد و خون قفل میشد. وقتی که شما صبح از خواب خستید 2 استکان آب نوشیدید الکی و حالت خودش برقرار میکنه. لیکن برای جای آب‌های اساسی کوکاکولا و دیگر چیزا اشغال نمیکنند. فرمولی آب دیگر است. مثلا من یک چیز همین خلق انعنه‌هاش یاد میبرم که وقتی که ما بچه بودیم خیلی حدودی 40 سال 50 سال پیشتر همین یک ستیل آب مردم آورده پیش از آش میموندن. آدم‌ها اول یک کاسه آب مینوشیدن. بعد نیم ساعت آشی که میخوردن صحبت کردن میشتن، بعد 1 ساعت با 1 استکان آب مینوشتن. بعد که من این کتاب درباره آب نوشتم گفتم که چقدر مردمی ما مردمی دانا بوده است. کسل نمیشدن، بیمارخانه ها کم بود. فقط صحرا با کار میکردن، آب مینوشیدن. اساسی حیات آب است. من امروز در روی جهان همه 3% آب‌های نوشیدنی هست. برای بعضی آدم‌ها عموما مردم به آب نمیرسد. آب‌های لای میخورن. ما بهترین جمهوری که از آب از بهترین چیزها هستیم. مثلا طلا در اون کتابی که من نوشتم آب از طلا قیمت است. شما 10 کیلو طلا دارید، وقتی که آب نیست تشنه موندید قاق میشید میمورید. طلا شما درد هیچ کس رو نمیخوره. برای همین آب انباری که امروز گسی راخو میشد، آب‌های دیگر میشد. در اون کتاب من گفته هستم که زیاده از 10,000 آب انبارها در امریکا هست و آینده در تاجیکستان هم آب انبارها زیاد میشد. سطحش ماهی پروری میشد، مثلا در داخلی همون اقتصاد بلند میشد، کشتی کار میشد، زراعت ها میشد. و وقتی که ما گسی روغن دستگیری کنیم و سازیم و بر وقتتر برق که پیدا شد، انرژی پیدا شد، جمعیت ما پیش میرد و طول 10 سال موافق پروگنوز های من همچون بعضا چیزهای پیشگویی هم میکنم تاجیکستان یکی از کشورهای بهترین میشد، بهتر از شوید سر میشه. بله، اینجا بسیار خوب به خاطر آوردید که امروز یکی از مسائل خیلی مهمی دولتداری ما این بنیاد نیروگاه برقی آبی روغن است و این چیز نه تنها به تاجیکستان بلکه به تمام منطقه آسیای مرکزی برای پیشرفت همین منطقه همین نیروگاه برقی آبی روغن باید که کمک رساند و این چیز رو ما باید گوییم به مردم و نه تنها مردم جمهوری تاجیکستان بیرون از اون فهمونیم که این چیز مهم است، ضرور است و این ناگزیر هم هست. یعنی البته من پیش از ملاقات با پرزیدنت ما یک گروه صاحب کاران رفتیم داخلی همون چرس ناندن همش نشون دادن چی هست. وقتی که من حاضر همین سناتور ساختمانم بود کردم هر چی که مبلغی که پیدا شد من البته برای دستگیری. لیکن امروز باید حکومت هم منو دستگیری کند، حکومت ناحیه هم منو دستگیری کند که من یک گوشه یک جای آباد کنم. یک گوشه تاجیکستان آباد کردیم. اونجا آباد شد. از تمام کشورها امروز که من در روسیه یک نفوذی خوب دارم، آدمای سرپول میبینم. اونها میتونن که مبلغ زیاد وارد کنن اینجا با آباد کنن، مثلا کارخانه های زیاد سازن. البته وقتی که در اینترنت آنها همون جایی که من سناتور ساخته استادم دیدن منظره های البته گفتن که همونجا جا هست زمین که ما زمین خریم و همون نزد توبا یک خانه سازیم که هر سال رفته در اونجا خودمون استراحت کنیم. هر یک آدمی که بیاد تاجیکستان آباد کند و همراه خودش قصر گرفته نمیبره. وطنی ما آباد میشه. من رو چند تا مهمانخانه ها هندوها ساختین، ترک‌ها ساختین در همینجا میمونن. این آبادی وطنی ما هست. باید ما اینوسترهای جلب کرده توانیم. تشکر. بیننده‌های محترم، البته ما میتونیم که ساعت‌ها با ملاحظه‌های تایری صحبت کنیم و از صحبتشان کس من همین گمان میکنم که سر نمیشه، چون که بسیار اطلاعات زیاد دارند و دلسوزانه هم میگن که برای آبادی همین مملکت برای آبادی همین شهرمون استفاده شود. و از اون راستی من هر دفعه در صحبت خود یک
کیفیت میبرم از اون که ملا ظهور طاهری هم یکی از شهروندان شهر ما، شهر دوشنبه هستند و اینقدر دلشان برای پیشرفت، برای آبادی شهر، مملکت میسوزد و خدا کند که هر یک شهروند ما مثل ملا ظهور طاهری همین خیل برای آبادی، برای پیشرفت جامعه کوشش کند. و در انجام صحبت من به شما امکانیت میتیم که باز اگر چیزی گفتنی باشید برای شهروندان میتونید که استفاده برید. مرحمت. البته همین شهر زیبا تازگیش از ما شما وابستگی هست. همین اکنون هواها گرم میشد، بسیار آدما همون آب می‌نوشن، افلاس‌های میپرتون، پشه میشد، اپیدمی ها میشد. پیشنهاد ما همین کس که طبیعت ما خود ما افلاس میکنیم. برای چی آب خیز میشد، آب زیاد میشد، خدا خودش میفرستند که رفت طبیعت تازه کن. بعد ساحل‌ها خراب میشن، دیگر چی میشن که همین کجا که رفتید مثلا یک افلاسی ها که شد همانا باید که حتما پرتید. مثلا یک روز من با ماشین میگذاشتم که یک نفر در همین حدود تکستیل از درون آب نوشیده اون بطور که آب در راه پرت افت. خواستم رفته قپیده و جریمه کنم، گرچنده که من قانون حقوق جریمه کردنم ندارم، همچون یک گرجدنین، همچون یک شهروند همین گفتنی بودم. وقتی که من در آلمان بودم یک وقت همون یک مراجن یخماس خوردم، قطب پرتم گفتم یک طرفه غلطید. گشته رفتنی بودم که یک نیمسی دیگه اومد دستم قپید و مجبور کرد من همون قطعه گرفته در درونی وای پرتفتم. که خلق مهم نسبت کمبودای یکدیگر باید که یکدیگرش فهموند که همه کارو بی‌طرف بی‌طرفی این ویرانکاری هست. دیدی تربیت کن. گفت وظیفه ما تربیت کردن نسل نوراست جمعیت. و اون چیزی که من چند بار پیشنهاد کردم و ممکن در آینده همین پیشنهادی من برای پیشروی جامعه شود که هر کسی که در جاهای جمعیتی از دهانش گپ‌های قبیح میبراید جریمه کرده شود. یک بار دو بار پول که سپارید دیگه این گپ نمیزنن. انا اون وقت جمعیتی ما آباد میرد، برای که هر جا میرید سخنی خوش هست، گپ خوب هست. اینکه یک جا رفتید فقط گپ‌های قهر و غضب و درونی و عصبی آدم خراب میشه. که من یک جمعه قوت وقتی که من تبابت میکردم، جمعه قوت با سخن با یا درباره من یک بخشته شعر نویسنده بودن که سخن گاه گزد مانند آرو، سخن گاه بگیرد جای دارو. هر آن زخمی که از تیغ زبان است، دوایش هم سخنهای روان است. هر یک گپ قبیح حقارت این زهر است، این مرگ است. هر یک سخنی ناز، دوست داشتن، محبت، جان شیرین، من تو دوست میدارم، طبیعت دوست میدارم، مهربانی نسبت یکدیگر، یک سخن الکه بینه چقدر جمعیت دخل میشه، آبادی میشه. برای همین باید ما کوشش کنیم که یکدیگر رو حرمت کنیم، احترام کنیم، بدبینی نباشد. جمعیت ما خیلی سطحی بلند. سلامت باشید، سلامت باشید. بیننده‌های محترم، من گمان میکنم که در عرفه نوروز عالم افروز این صحبت ما دلالت میکند که شهروندان ما باید نیکبین بشن، نیکبین باشن، نیکگو باشن، نیککار باشن و خدا کند که سرزمین ما آباد باشد. و برای یک صحبت بسیار هم صمیمی به شما تشکر میگویم و برای عملی شدن آن نیت‌های نیکتان کامیابی تمنا میکنم. تشکر زیاد. سلامت باشید. بیننده‌های محترم، در همین جا برنامه ما به پایان میرسد. خیر، سلامت باشید.